خدمت مسافران عزیز و گرامی 31 خرداد ماه 1404 حسین زاده هستم، مرز زمینی رازی. مسافران عزیز، مرز زمینی رازی بازه و مسافران میتونن از تمامی شهرهای ایران به مرز رازی مراجعه کنن و به سفرشون ادامه بدن. مرز رازی فعالیت 24 ساعته است، یعنی شما هر ساعتی از شب برسین مرز رازی بازه، مامورا مورتون رو میزنن و برای رزرو بلیط از وان به استانبول و ازمیر و آنکارا و از استانبول به تمام شهرهای اروپایی میتونید با حسین زاده هماهنگ کنید و رزرواتون رو انجام بدید. حتما بلیط هواپیماتون رو داشته باشین و ووچر هتلتون رو تا در طول مسیر به مشکل بر نخورید. ما داخل مرز زمینی رازی فعالیت 24 ساعته داریم، هم از رزرو هتل، سویت، گشت شهری و خرید و فروش لیر، دلار، سیگار. داخل مرز زمینی رازی پارکینگ‌های متعددی وجود داره، پارکینگ‌هایی که دوربین مداربسته وجود داره. یکی از این پارکینگ‌هایی که من مورد پسند بنده هستش پارکینگ شبانه روزی شمسه که میتونین ماشینتون رو داخل این پارکینگ بذارین و به سفرتون ادامه بدین. جهت استعلام و اطلاعات بیشتر در مورد مرز زمینی رازی میتونین با لیدر حسین زاده در تماس باشین. با تشکر از مسافران عزیز و گرامی.